رنگا خیلی مهمن. زرد، اوکر، قرمز آلیزارین، آبی کمرنگ، سرمه‌ای. ما همه اینا رو هم داریم، اینجوری با هم قاطی میکنیم. ببینید چه رنگی که ایجاد میشه رو بعد با سفید بهترش میکنیم. بعد مثلا اینو میذاریم اینجا کنار، این رنگی که درست شده میذاریم اینجا کنار. بعد اینو میاریم اینجا تر، با سرمه‌ای بیشتر قاطیش میکنیم، میشه رنگ تیره تر. این میشه رنگ تیره تر همون رنگ. بعد دوباره با این سرمه‌ای همه رنگ رو برمی‌داریم یه ذره دیگه قاطی میکنیم، یه ذره آبیش هم بیشتر میکنیم، یه ذره مشکی هم بهش میزنیم، تیرگیشو بیشتر میکنیم. اینجوری ما 3 تا رنگ آبی درست کردیم در واقع. سه تا تنایت رنگ، یه دونه این، یه دونه این، یه دونه این، که حتی مثلا میتونیم اینو بیشتر تیره کنیم، سرمه‌ای بیشتر بزنیم تا رنگشون رو بیشتر کنیم. یا مثلا این آبی کم رنگ تره رو بیاریم بزنیم یه ذره به اینجا، یا آبی دیگه اینجا تر درست کنیم. اینجوری یه رنگمونه. این یه رنگمونه، یه رنگمونه، یه رنگمونه و اینم یه رنگمونه. حتی میتونیم اوکرشو به این بیشتر کنیم، یه مقداری از اینو ببریم تو این بزنیم، اوکرشو بیشتر کنیم، این یه رنگ دیگه آسمون میشه. یه ذره دیگه هم سفید بهش میزنیم. یه رنگ دیگه شد. حالا اگه مثلا زرد رو بیاریم بزنیم، یه ذره همین سرمه‌ایه، یه ذره همین آبیه و سرمه‌ایه، سفید و یه ذره هم از همه این همه رو با هم قاطی کنیم. این رنگمون در میاد. مثلا چندین تا رنگ میتونیم برای آسمونمون درست کنیم. یه ذره هم قرمز بزنیم توش. این هم میشه یه رنگ دیگه برای آسمونمون. میتونیم هر 3 تا این رنگا رو استفاده کنیم برای آسمونمون تا تونال‌های رنگی زیادی داشته باشه آسمونمون. میبینید تفاوت رنگی های آبیو. پس خیلی مهمه که مثلا زرد، اوکر، قرمز آلیزارین، قرمز شفاف، این آبی روشن، سرمه‌ای، همه این رنگا رو کنارتون داشته باشیم و سفید و مشکی تا بتونیم رنگ بندی های مختلفی رو درست کنیم.